یکی از بزرگان سخن می نویسد که پس از کتاب‌های آسمانی مقدس‌ترین و سودمندترین کتاب‌ها زندگی نامه‌هایند. وظیفه زندگی نامه نویس بسیار دشوار است، زیرا بهادهی به زندگی آدمان پهلوهای گوناگون دارد و برای آنها را شرح دادن می باید خود را جای آن اشخاص تصور نمود. برنامه نوبتی پیراهه از راه طی کرده شخصیت قصه می کند که همیشه تلاش برای رسیدن به حقیقت و منفیت آدمان نموده است. اکادمیک محمد یوسف سیدعلی امامزاده، زاده شهرک سوید، حاضر ناحیه تیمورملک ولایت ختلان می باشد. در این شهرک او در عائله زیایی به دنیا آمده است. پدرش سالهای زیاد در تربیت نسل نورس و جامعه شهروندی مشغول بود که همیشه افتخار اهل یار و دیار به حساب می رفت. هرچند مادرم دیپلم نداشتم، حجت تحصیلات عالی نداشتم، لیکن زنی با سواد بودن، با معرفت بودن. چون مادر منم در عائله شخصی با معرفت و کمال رسیده بودن و پدر مادرم با تعبیر امروزه داملا بودن، شخصی با سواد بودن، شخصی با معرفت بودن و در رشد معنویات منطقه خودشون نقش یک ارزنده گذاشتند. پدرم که یک شخصی با معرفت بودن، یکی از روشنفکران، یکی از معارف پروران بودن که در رشد ساحه معارفی منطقه کلاب نقش خیلی ارزنده گذاشتند و همیشه یک گام با معارف پیوند بودن و چیزی که برای من امروز بسیار سبق است و بسیار عبرت آموز است. پدر من یک شخصی بودن که در جامعه در هر کجای زندگی نمی‌کردن، در بین مردم همیشه صاحب احترام، صاحب مقام بودن. زمان نورسی محمد یوسف در شهرک سوید می‌گذرد. محبت نزدیکان و محیط اطراف را هیچ فراموش کرده نمی‌تواند. او می‌گوید که کوچه‌ای که آنها زندگی می‌کردند بسیار معروف بود، زیرا زیایان زیاد آنجا زندگی می‌کردند. چیز دیگری که امروز در خاطر من خیلی خوب نقش بسته است، همون کوچه‌ای که من زندگی می‌کردم اصلا هم اهل زیا بودن، آموزگاران، دیرکتور مکتب، کارمندان دولتی. یعنی یک کوچه‌ای بسیار یک کوچه با نفوذ بود، یک کوچه‌ای بود که اصلا همه مردم اهل علم و معرفت و بودن و طبیعی است که در چون یک محیط کلان شدن و کمال رسیدن، تربیت یافتن البته به تاثیر نبود. این چیزها، این عامل‌هایی بودن که تاثیر خوشو و رشد دل خود جوان، نه تنها با من بلکه با دل خود اون جوانان کودکانی که در همین کوچه خوب زندگی میکردن تاثیر خوشو میگذاشت. مردم شهرک سوید چون مردم دیگر منطقه های ولایت بیشتر به کشاورزی مشغول می شدند و روزی می یافتند. محمد یوسف نخستین دانش را در مکتب رقم 1 زادگاهش می گیرد. مکتب مذکور در منطقه یکی از مکتب های نمایان به حساب می رفت، زیرا استادان خوب آنجا فعالیت می کردند. شاگردان این مکتب همیشه در دانشگاه و دانشکده های کشور راه می یافتند. همزمان شاگردان این درگاه اشتراکچیان آزمون و المپیاده های وطنی و بین المللی بودند. استادان بهترین داشتیم در سمت علم‌های دقیق، در سمت علم‌های گومانیتاری بهترین استادها بودند. استادانی بودند که وقتی که به سیم در اومدن با یک هوس، با یک مهر و محبت، با یک سبک اصول خاصه و دست وارد می‌شدند و تو حاضر عجیب است. یک چیز عجیب بود که یک معلم شیمی که خیلی با استعداد پیدا شد، نیم مکتب به شیمی توجه پیدا کردن، همه اشتراکی المپیاد شدن و همه گیاه شیمیک شدن و موفق هم بودن در فوانه که حتی در سطح اتحاد شوروی موفق بودن، در سطح اتحاد شوروی با گرفتن مدال‌های طلا مشرف شدن. این چیز عجیب است. یعنی تا کدام اندازه آموزگار عامل مهم و حل کننده بوده است. یا اینکه یک آموزگار، یک استاد پیدا شد که در سمت ادبیات خیلی معروف بود، در سمت ادبیات خیلی یک شوق خواص زیاد داشت و همین شوق خواص خودش با خوانندگان
талқин кард. Ҳама кӯшиш мекард ки як маводе, як шеъре, як ҳикояе, як лавҳа бошад, як чизе бошад ки дар ин ё рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ аст, рӯзномаҳои ноҳиявӣ аст, чоп шавад. Ва ман ҳамин ин як мактаб буд, як сабақ будем. Яъне шавқу рағбати хонанда пеш аз ҳама хуб алоқаманд аст, вобаста аст, тавъам аст ба сатҳи касбияти омӯзгор. муҳаббати муҳаммад Юсуф нисбати илмомӯзиву мактаб хеле баланд буд. дар мактаб хуб мехонду эҳтироми омӯзгоронро ба ҷо меовард. муҳаббати илмомӯзӣ ҳанӯз солҳои наврасӣ дар вуҷудаш ҷо шуда буд. зеро падари азизаш ҳамеша таъкид мекард ки ӯ бояд бештар омӯзад то дар зиндагӣ мушкилӣ накашад. як чиз аҷиб аст ки дар мактаб чунин таснифбандию тақсимбандӣ қавӣ набуд. барои банда аслан ҳамин чиз як муҳит ҳамин хел буд. шахсе ки хуб аъло мехонд, тамоми фанҳои аъло мехонд. масалан ҳамон чанд нафар ҳамсинфони мане ки аъло мехонанд, дар илмҳои табиӣ риёзиям хеле фаъол буданд, аъло хон буданд. дар фанҳои гуманитариям хеле фаъол буданд. яъне дар ҳама самтҳо қариб ки як хел буданд. лекин ман фикр мекунам ки ҳамон таъсири шояд таъсири падар бошад, таъсири хонаводагӣ бошад ки дар оянда интихоби ман самти фанҳои гуманитарӣ шуд. вақте ки синфҳои 7 ва 8 дар ҳамин давра аллакай падаршон эҳсос мекунад ки муҳаммад Юсуф ба ҳамин фанҳои гуманитарӣ خب توجه زیاد دارد، بنابراین حرکت میکند که خب من با همین سمت خب دقت وی را روانه کند. همین گونه با مقصد تحصیل در دانشگاه دعای پدر را میگیرد و به پایتخت می آید. در دانشگاه دولتی تاجیکستان امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته فیلولوژیا حجت می سپارد و تحصیل می کند. در دانشگاه محمد یوسف از استادان معروف کشور سبق می آموزد و در محفل‌های فنی اشتراک می نماید. کیها از سالهای اول دانشجویی برای خود راه علم را انتخاب می نماید و تلاش برای رسیدن به آرزوها می کند. سال 1976 وقتی که من به دانشگاه ملی تاجیکستان به فاکولته فیلولوژی داخل شدم، من بهترین استادان، بهترین متخصصان، بهترین علمان همین سمت با تحصیل و با تربیت فرا گرفتم و امروز من میتونم با افتخار آنهایی که در رشد علم، معنویات، تربیت کادرها نقش خیلی خیلی ارزنده و مهم اجرا کردن نام بگیرم. استاد توجیف، پروفسور توجیف، استاد وحید مناشرویچ اسراری، استاد حسین زاده، استاد سیب شوراتیف تباف، اینا 4 شخصیتی بودند که در فاکولته فعالیت میکردند و تمام شاگردان دیگر محض در اطراف مکتب‌های علمی همین 4 نفر متحد شدند. اینا شخصیت‌هایی بودند که در تربیت کادرهای علمی پداگوژی نقش خیلی و خیلی مهم بودند. سال 81 خب دانشگاه رو ختم میکند. خب هم در وقتی که در زیر همون راهبری محمد امینوف عبدالحی خب کار دیپلمی می نویسد در موضوع صلح و دوستی خلقها در اشعار توسن‌زاده و این کار دیپلمیش بسیار بهای خوب میگیرد. مثلا مقدم رسمی عبدالرحمن عبدالمنانوف خب بهای خوب میتید و در همینجا مثلا بای علاقه با اسپیرانتورا توصیه میشود. در بین دانشجویان سالهای 70 یک پدیده عجیب حساب پهن بود. اولین کاری که ما میکردیم سحر صبح یگانه منبع اطلاعات برای ما در همون دور زمان این روزنامه ها بود. روزنامه، رادیو و تلویزیون. از سبب که رادیو و تلویزیون در خانه بود، نه همیشه دسترس بود. برای ما اصلا از زیاد دسترس گازیته بود، روزنامه بود. و اولین کاری که میکردیم پیش از آن که با درس وارد شویم ما روزنامه ها میخریدیم. روزنامه میخریدیم، بعد درس وارد میشدیم و در لحظه های موافق
لحظه تنفس است یا که اون لحظه دیگر است یا که هنگامی در اتوبوس یا ترولبوس رفتن ما حتما با گازت خونی مشغول میشیم. فعالیت مهنتی را از انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابا عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان آغاز می‌نماید. سال 1990 او در موضوع صنعت پتریسازی در نصر صدرالدین عینی رساله نامزدی خود را دفاع نموده است. از نگاه پسیکولوژی، از نگاه معنوی بعضی عنصرهای بود که حتما بعد از ختم مکتب عالی، بعد از پیدا کردن تخصص، جوانان بدیها به نزد پدر و مادر برمیگشتن. این چیز یک عنعنه خیلی استوار بود که دلخواه پدر و مادر آرزو میکرد که پسرش پس از ختم مکتب عالی حتما به خانه بیاد، به دیها بیاد و در همونجا به کار فعالیت مشغول شود. لیکن پدر بزرگوار من هنوز از تحصیل از مکتب میانه همیشه به من تاکید میکردن که پسرم باید خونی، باید دوام دهی. انسانیت در ماورای تاریخ با نیکوخصالی و با خصلت‌های نجیب انسانی، خاصتاً با خیرت اندیشی، معرفت پروری، با سیاست مداری، فرهنگ دوستی، با تمام خصلت‌های خوب انسانی نقش در خود می‌گذارد. اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان استاد ارجمند امامزاده محمد یوسف از طایفه همین گونه انسان‌های نیک و خصال هستند که در جامعه نقش بارزی خود را گذاشتند. استاد ارجمند از اکادمیک محمد جان شکوری، از پروفسور صاحب تبارف، از خدایی شریپف، از خورشید عطاخانова و چند تن استادان علم ادبیات شناسی هم درس زندگی و هم درس تعلیم گرفتند. همین گونه محمد یوسف امامزاده سالهای 1981-1984 لابرانت کلان انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابا عبدالله رودکی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، سالهای 1984-1985 محقق کارآموز انستیتوت ادبیات جهان به نام مکسیم گورکی اکادمی علم‌های اتحاد شوروی، سالهای 1985-1991 اسپرانت خادم خرد علمی انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابا عبدالله رودکی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، سالهای 1991-1999 لابرانت معلم کلان دادسنت معاون دکان فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، سالهای 1999-2004 به حیث دکان فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت نموده است. با استاد گرامی‌قدر محمد یوسف امامزاده سالهای زیاد شناس هستم و زیر راهبری آن کس در دانشگاه ملی تاجیکستان کار و فعالیتم کردم. اکادمیک محمد یوسف امامزاده از استادان شناخته است که هر کی با او همنشین می شود در حال از صمیمیت، خاکساری و همدلی او آگاه می گردد و در می یابد که هدف او همچون شاگرد مکتب پیشوای ملت تنها سازندگی، تربیت درستی جوانان و تشکل خودشناسی و وطن پرستی می باشد. چنین مناسبت استاد بهترین راه در تربیت شاگردان و همکاران می باشد. قابل قید است که استاد امامزاده در راهبری اصول مخصوص و دیپلماتی بلند خود را دارند. واقعا استاد که فعالیت خود را از لابرانتی و موقع کارآموز آغاز کردند و به سطح اکادمیکی و رکتری رسیدند، از همه پهلوهای حیات دانشگاهی آگاهی کامل دارند. همین است که هنگام فعالیت به صفت رکتر به خوبی می‌دانست که کدام نفر به کدام کار سزاوار است و در کدام کار نیاز به دستگیری دارند. از نظر ما موفقیت استاد در راهبری پیش از همه از تربیت یافتن او در مکتب پیشوای معظم ملت می باشد. از جمله استاد احترام و ارزش‌گذاری به آموزگار را از همه مقدم می گذاشت و همیشه تلاش میکرد تا شرایط مساعد کاری را برای تعلیم و تربیت فراهم آورد. وقتی سخن اوید کار و فعالیت استاد ارجمند ما می رود، پیش از همه پیش نظر نام استاد هم ردیف انسانی نیکسیریشت و نیکبین
انسانی که واقعا برای آینده دولت و ملت اندیشه کننده، گام گیرنده پیش نظر می آید. استاد ارجمند ما دوام دهنده نسل آن ادبیات شناسان مشهور دوران صاحب استقلال هستند که مکتب علمی کمال عینی استاد زنده‌یاد محمد جان شکوری بخارایی را طی کردند و بیشتر فعالیت خود را به حیات و فعالیت صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان بخشیدند و همچون مکتب عینی شناسی را نیز اساس گذاشتند. سنایی فرمودند سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن. عمرها باید که تا یک کودک از روی تب عالی می گردد نکو یا شاعر شیرین سخن. و واقعا هم بسیار به موارد است. در تاریخ تمدن مردم ما ملت تاجیک شخصیت های بودند و هستند که واقعا هم در رشد و نموی فرهنگ، علم و تمدن مملکت ما سهمی باسزا گذاشتند و گذاشته ایستادند. و من از زمره چنین دانشمندان و چنین متفکران، چنین عالمان واقعا هم برجسته نه تنها سطح جمهوریوی بلکه بیرون از آن معلوم است که به زمره آنها اکادمیک امامزاده محمد یوسف سیدعلی شامل هستند. با استاد ما سالهای طولانی باز همکار بودیم، همکار هستیم و شناسایی ما در زمانی که راهبریت دانشگاه ملی تاجیکستان را به صفت رکتور دانشگاه به عهده گرفتند باز هم قوی‌تر و باز هم مستحکم‌تر گردید. استاد محمد یوسف امامزاده که سالیان زیاد میشناسیم اون کس را در تربیه کادرها هم در ساحه فیلولوژیا و هم ژورنالیستیک حصه خیلی چشم‌بست و سزاوار دارند و از سالهایی که استاد در فاکولته فیلولوژیا دکان فاکولته بودند و همچنین اعضای شورا بودند یک نقطه در رفتار و خصلت آنها دائما به نظر می رسید که آنها به تفاوت قطع نظر از همه جهت‌هایی که به عنوانجی وابسته است خواهان آن بودند و حتی می‌خواستند تلاش می‌کردند که یک نفر در سمت رشته فیلولوژیا یا اینکه ژورنالیستیک رساله‌های خود را دفاع نمایند. سال 2004 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رکتور دانشگاه اسلامی روسیه و تاجیکستان تعیین گردیده در سمت آمادن متخصصان سطح بین‌المللی و همکاری‌های ساحه علم سهم بارز گذاشته است. محمد یوسف امامزاده با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2012 تا سال 2020 رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان و از سال 2020 تا سال 2022 در وظیفه وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان فعالیت کرده است. امامزاده در طول فعالیت خود توانست در سمت کارگزاری با صفت ساحه معارف سهم گذارد. در برقرار کنی همکاری‌های سیاست علم و معارف سهم گذاشته است. همزمان محمد یوسف امامزاده از سال 2015 عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان است. ماست توسط دولت صاحب استقلال ما مهیا شدن شرایط مساعد سیاسی وحدت ملی و پیش از هم اراده سیاسی رهبر عالی کشور مساعده نمود که علم و تمدن و معارف کشور ما از نو احیا گردد، از نو رشد کند. اصلا مشکلی ها زیاد است. وقتی که ما با جامعه جهانی وارد میشویم و در این فضای وارد شوید، در این فضای اطلاعاتی هم چیزای نیک است، هم چیزای بد است و کدام از اینا ما قبول کرده میتوانیم. این وابسته به سطح معرفت و به سطح علم و دانش و عقل و فراست ما. محمد یوسف امامزاده سال 2002 در موضوع تفکر بدیعی و پایتیکای نثر صدرالدین عینی رساله دکتری را با موفقیت دفاع می نماید.
مؤلف زیاده از 200 کارهای علمی و متدی در مسائل اکتوالی ادبیات تاجیک می باشد. آثار علمی و متدی اکادمیک محمد یوسف امامزاده از قبیل مسائل زبان و ادبیات تاجیک، معنویت و نقش ظاهر، جهانبینی و تفکر بدیعی صدرالدین عینی و دیگر مسائل مبرم عمومی فیلولوژی بخشیده شدند. با تشبث این محقق در ادبیات شناسی معاصر تاجیک سمت نوی علمی مربوط به مسائل پایتیکای نثر در اساس تحقیق و پژوهش آثار نثری ادبیات معاصر بنیادگذاری شد. تحت سروری او نزدیک به 10 نفر عنوانجویان رساله دکتری و نزدیک به 15 نفر رساله نامزدی خود را با موفقیت حمایت نمودند. حاضر اگر ما بینیم قریب 27-28 کتاب علمی دارن. این مقاله های خیلی زیاد دامنی 300 مقاله دارن که خب با وجود آن که در کارهای مثلا اجتماعی سیاسی بند بودن، لیکن کارهای علمی را ادامه دادند و در تمام مقاله ها و کتاب های اون کس یک مسئله مهم، یک مسئله مبرم خب برداشته می شود و این حل و فصل می گردد. دلسوزی، مهربانی، آگاه بودن، واقف بودن و دانشمندی استاد محمد یوسف امامزاده در حقیقت موردی ذکر است، موردی تاکید است. به واسطه با دستگیری های آن کس در رشته ژورنالیستیک در چند سال آخر چندین نفرها رساله های خود را دفاع کردند و چون سمت و رویه استاد محمد یوسف امامزاده عینی شناسی است، می توان تاکید کرد که در یک نوع هماهنگی با رکن‌های اجتماعی ادبیات یا اینکه وابسته به نثر مستند، آن چیزی که آنها در رساله‌های علمی خود دفاع کردند عیناً موافق به آن سمت و رشته است که امروز در پوبلیسیستیک وجود دارد. انا همین یک نوع توأم بودن این رشته ها باعث گشتند که استاد در تربیت کادرهای ژورنالیستی به تفاوت نباشند یا اینکه دور نباشند. نقش محمد یوسف امامزاده در آماده نمودن متخصصان صاحب تجربه بزرگ بوده. امروز شاگردانش در بخش‌های گوناگون جامعه شهروندی فعالیتی با ثمر دارند. فعالیت علمی و تحقیقاتی، متدی و تهیه‌گری اکادمیک امامزاده در 27 اثر و زیاده از 300 مقاله علمی و عاموی مصاحبه از جمله در کتاب‌های معنویت و نقش ظاهر، جهانبینی و تفکر بدیعی صدرالدین عینی، سوژه و تصویر در نسل صدرالدین عینی، سوزنی سمرقندی، خرمن اندیشه، اصول تدقیق، ترنم صداقت و محبت، پژوهش در نامنویسی و نامگذاری، همنوای دل خلق و چندین کتاب‌های دیگر درج یافتند. در اثر و مقاله ها مسائل پایتیکا، جریان مکتب‌های ادبی، تحول ژانر و موضوع، چهره‌های ادبی و سبک نگارش آنها مورد تحقیق قرار داده شده است. یک اثر دیگر دارد، مثلا درباره رابطه نظریه ادبیات مقایسوی. خب انا همین این اثر را اساساً امامزاده مثلا درباره ادبیات مقایسوی همچون کتاب درسی تالیف میکند. یعنی کتاب چون که ادبیات مقایسوی مثلا در ما مثلا در تعلیم فاکولته های فیلولوژی دانشگاه های ما خیلی ضرور است، بنابراین این اثر اهمیت کلان دارد. این چنین درباره خب مثلا ترجمه مثلا یک اثری را آنها مثلا همراه همون عبدالشکور عبدالستار استاد گرامی قدر عبدالشکور عبدالستار ترجمه کردن به زبان تاجیکی و خیلی مثلا در دانشگاه‌های فرض کنیم فیلولوژی ضرور حاضر می شود. خلاصه یک مکتب بسیار جدی علمی دارد. محض مکتب علمی و ادبی دوران شوروی بود که استاد ارجمند سیمای معرفت پروری صدرالدین عینی را در مقاله های خود، در کتاب های خود
و در رساله نامزدی خود با راهبری استاد ارجمند محمد جان شکوری حمایه نمودند و محض روح استاد صدرالدین عینی بود که استاد امامزاده امروز در فضای علم ادبیات شناسی ما از ادبیات شناسان پرقوت و بزرگ به حساب می رود، ولی در عین زمان با خاکساری خودشان معروفیت دارد. همین طور هم هست که استاد ارجمند داننده خوب هم ادبیات شوروی تاجیک و هم ادبیات زمانی استقلال هستند. استاد ارجمند در فعالیت کاری خود 27 مونوگراف و کتاب‌های درسی از چاپ برآوردند. همه مقام خود را در ادبیات معاصر تاجیک دارد و برای دکترانتان، برای ماجسترانتان، برای دانشجویان و خاصتا عالمان جوان کتاب‌های روی میزی به حساب می‌روند. استاد امامزاده صاحب مکتب بوده در جوده آماده کردن کادرهای علمی آموزگاری در جمهوری سهم بی‌نظیر دارند. از جمله زیر راهبری استاد محترم بیش از 20 نفر رساله‌های علمی حمایت کردند که 10 رساله‌های دکتری میباشند. همزمان استاد سالهای طولانی در دانشگاه ملی تاجیکستان باعث رئیس شورای دیسرتاسیونی از روی علم‌های فیلولوژی کار فعالیت میکرد و برای حمایت شاگردان سهم ارزنده میگذارند. یادآور شدن به مورد که با اعتراف متخصصان سمت فیلولوژی تحقیقات علمی استاد در ادبیات شناسی تاجیک صحیفه نو علمی را باز نموده است. خدمت‌های شایان اکادمیک امامزاده با اردن دوستی، افتخارنامه شورای سران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و مکافات‌های صاحبی علاشی معارف جمهوری تاجیکستان و کارمند فخری تحصیلات عالی فدراسیون روسیه و چندین افتخارنامه و سپاسنامه‌های سطح بلند دولتی قدردانی شدند. محمد یوسف امامزاده عین حال رئیس شورای رساله‌های نامزدی و دکتری نزد دانشگاه ملی تاجیکستان و عضو شورای دیسرتاسیونی حمایه نامزدی و دکتری در نزد دانشگاه اسلامی روسیه و تاجیکستان می باشد. پیوسته فعالیت می کند، ایجاد می نماید و شاگردان خود را راهنمایی می کند. هنوز کارهای زیادی در پیش هستند می گوید و البته با شاگردان عزیزش که کیها در راه خود استاد گردیدند این موضوعهای برای علم تاجیک مهم را مطرح خواهند ساخت. و باوری کلیتی در آمدن این زحمت و مهنت و صداقت و محبت خاصه را طلب میکنم. من همیشه تاکید میکنم که کسی که به این درگاه قدم میگذارد با دل نیت صاف، با دل نیت نیک و یک پیندار و اندیشه نیک باید که وارد شود. وگرنه این دانشگاه، این مخزن شما را قبول نمیکند. وگرنه در این دانشگاه شما صاحب مقام و آبرو شدن نمیتوانید. و از همه چیز مهم اون است که من بسیار میخواستم که همکسبان من، اون جوانانی که در علم کار و فعالیت کرده ایستادند، تالیفات خویش، نوشته‌های خویش را نه تنها با زبان تاجیکی بلکه در ردیف زبان تاجیکی با زبان‌های خارجی هم پیشنهاد کنند تا اینکه ما تنها خودمان نخوانیم، نوشته‌های ما نوشته‌های خانگی نباشد، تا اینکه در سطح بین‌الملل دسترس اون گردن، تا اینکه از اون هدف‌ها و مقصدهایی که ما در حفظ ارزش‌های ملی خودمان، ارزش‌های حفظ معنویات خلق خودمان، تحویل خلق خودمان کرده ایستادیم تا اینکه دسترس همه گردد این چیزا.